با گزارش مسابقات 2 امدادی در خدمتتون هستیم. تیم شبکه توزیع رو میبینیم که به خاطر مشکلات اقتصادی بیروحیه به نظر میرسه. البته انگار خبرای خوبی تو راهه. آقای مربی که آدم کاربلدیه خودشو بالای سر تیم میرسونه و نکات کلیدی و فوت و فن کارا بهشون گوشزد میکنه. تیم شبکه توزیع با روحیه‌ای که گرفته به آینده امیدوار و یک رنگی و یک دلی به تیم برگشته. در مقابلشون تیم رقیب رو میبینیم که انگار خب بگذریم. امیدوارم اونا هم خودشونو واسه مسابقه آماده کرده باشن. مسابقه آغاز میشه و خانم فرهنگ خیلی زود از رقیب چغر و بدبدنش جلو میافته. خانم فرهنگ در یک کار تیمی قوی چوب رو با آقای آگاه میرسونه. تیم رقیب هم کم نمیاره و چوب رو ببخشید البته انگار یه خورده کم میاره. آقای آگاه با اطلاعاتی که توسط مربی تیم بهش میرسه به موقع از مانع عبور میکنه. ولی انگار تیم رقیب ای بابا. آقای شفاف از جلوی آب پریده و با سرعت و قدرت خیره کننده داره کار رو ادامه میده. دونده تیم رقیب هم داره از فرصت استفاده میکنه و به یه سری از کارهای عقب افتادش میرسه. ولش کنی گناه داره. بالاخره مسابقه تموم میشه و آقای ربات با استفاده از حمایت‌های علمی و فنی مهندسی که ازش بهره میبره از خط پایان میگذره و تیم شبکه توزیع فاتح مسابقه میشه. تیم رقیبم با زحمت فراوون مجبوره به هر قیمتی که شده از خط پایان بگذره. تیم قهرمان، تیم شبکه توزیع که با تلاش و مهارت و ثبات و البته خوشفکری آقای مربی سکوی اول و فتح میکنه. انگار یکی از دوستامون در تیم رقیب به خاطر پاره مسائل از جمله استحمام و آببازی و اینا به پایان مراسم نرسیده. ولی همین سکوی دومی هم ببخشید سومی چی شد؟ به هر حال مبارکشون باشه. بله سکوی دومم مشخص میشه و به هر حال این دوستامو خیلی زحمت کشیدن و البته جایگاهشون خیلی بالاتر از این حرف هست. LKOEPE